خوش اومدی خان. پسر چرا خبر نمیدی؟ میومدم استقبال خان. سر بچه ها داد نزن. من گفتم شلوغ بازی نکنن. فیلم بازی نکن. گرسنه ای؟ بفرما. من از گرسنگی هم بمیرم پیش تو نمیام. اینجا مگه رستوران مرتی که؟ یالا اینا رو جمع کنین. درباره دختراست؟ تحت کنترل خودمه. مشکلی نیست. امروز فردا امانتی رو میاره. امانتی رو ول کن حسنی. با دختر یک کار دیگه ای دارم. واقعا؟ قراره چیکار کنیم؟ یه تیر دو نشون. تیر دختر است، نشونا قدیر و خلیل. یکیشون میمیره، اون یکی هم میره حبس. منم میشم تیر کمون. حسنی تو رو خدا چرت و پرت نگو. تیر کمون اینجاست. من فقط انگشت دراز تو رو لازم دارم. اسلحه خلیله. یواش یواش مواظب باش، از هر انگشت خلیل روشه. من با این اسلحه قدیر رو میکشم، گناهش میفته گردن خلیل. آره؟ بابا حسنی تو چقدر باهوشی به خدا. همه چی رو میفهمی ها. میری پیش دختره، میگی قدیر رو صدا کنه. قدیر که اومد کارش رو تموم میکنی. اسلحه رو عمدن میذاری پیش دختره، بعد ورش میداری میری. باشه. بعدش تکلیف مادره و دختره چی میشه؟ زنده میمونن یا میکشیمشون؟ استغفر الله. ترشیشون رو میذاریم. دختره رو لازم داریم. اگه کارا خوب پیش نره، دختره به نفعمون تو دادگاه شهادت میده. بعدش دیگه خودت میدونی، میخوای بکشش، میخوای زنده نگهش دار. به من ربطی نداره. زیلان. دیار چطوره مادر جون؟ ول کن این حرفا رو. حرفای بی خودی تو دهن مردمه. حرفایی که تن پسرمو تو گور میلرزونه. اگه تو و مادرت توش دست داشته باشین، به خدا تو آتیش جهنم میسوزونم. آخه چه حرفی مادر؟ به خدا من حرفی نزدم، خبر ندارم. مثلا کامل و عمر کشته، محمودم به جای اون تو حبسه. به گوش فیدانم رسیده دیگه. توبه توبه. آخه چرا باید حرفای دروغ بزنم مادر جون؟ اصلا همچین چیزی نیست مادر. ببین، اگه این مزخرف بازی ها رو به خاطر اینکه قدیر نگات نمیکنه داری در میاری، همون اتاقم ازت میگیرم. حواستو خوب جمع کن. من میگم با قدیر حرف بزن مادر. دختر معشوقه خلیلو برده تو هتل صبح تا شب، دست تو دست داره اینور اونور میگرده. آدم زنی مثل تو داشته باشه به هر راهی کشیده میشه. هرچی بهش هیچی نمیگم پروتر میشه. برو تو اتاقت. کسی که از همه بیشتر دوستش داری دلتو میسوزونه.
کسی که برات با ارزش ترینه همه جوره مراقبشی، یه دفعه میبینی خودشو انداخته زیر پا. من این کارو باید نمی کنم قدیر. مامان جون، خدای من چی کار کنم؟ چی شده مادر؟ درو ببندش. بابا منو نترسون، چی شده؟ قدیر، باید با دجله عروسی کنی، مبادا اعتراض بکنی ها. تو رو خدا واسه این منو بدو کشوندی اینجا؟ فکر کردم چی شده، دربارش فکر میکنم، قضیه دیا رو حل کنم بعد. قدیر این مهمتره. چی شده مادر؟ پهلوانیا چیزی بهت گفتن؟ اونا رو بسپر به من، با خلیل حرف میزنم. قدیر بیا بشین اینجا گوش کن ببین میخوام چی بهت بگم. ای بابا مادر حرف بزن دیگه، بگو چی شده؟ قدیر، کامل و داداشت کشت. واسه همین زیلان رو واسه گرفتیم. به خاطر زیلان محمود داشت منو تهدید میکرد. رفته با پهلوانی ها حرف زده. امروز فیدان اینجا بود. من گفتم نه، اما اگه خدایی نکرده صلح. وایسا مادر، وایسا. چی گفتی؟ با دجله حرف زدم، گفتم که باید فداکاری کنی، هم برای برادرت هم به خاطر ما. به خاطر یه شایعه بی اساس نباید صلح به هم بخوره. چه کارایی که نکردیم تا دخترشونو پس نگیرن. ساکت شو مادر، بسه، تو رو خدا بسه. شماها این همه سال اینو از من قایم کردین؟ حتی وقتی داشتم با زیلان عروسی میکردم به هم نگفتی. مادر من دیگه از چیا بی خبرم؟ ها؟ تو این خونه چه خبره مادر؟ قدیر باشه، حق با توه، اما چی کار میتونستم بکنم؟ حق دارم. باید به هم میگفتی مادر، به پسرت میگفتی. وقتی داشتم با زیلان عروسی میکردم باید میگفتی. من تنها میرم، معلوم نیست کی برگردم، پس درد سر درست نمی کنی. شیرفهم شد؟ به اون گلبهار بگین که دخترشو براش میارم تا خوشحال بشه. پسرم کجایی تو؟ تو روستا بودم، کثافتکاریای ناصر رو تمیز کردم. ناصر که معلومه چه عوضیه، ولی ما چرا باید دنبال این باشیم که کی چه حرفی زده و چی کار کرده؟ میگه کامل و عمر کشته. مردمو جمع کرده بس نبوده، اومده به تو هم گفته مادر به خدا من میکشمش. وایسا خلیل، نیستش.
معلومه که میگه. ببین، تو به من بگو میخوای چی کار کنی؟ یعنی چی میخوای چی کار کنی؟ یعنی چی مادر؟ تازه شاید دروغ باشه، شاید ناصر داره بازی در میاره که اوضاع به هم بریزه. ببینم مگه اون نامه رو محمود نوشته؟ ناصر نامه رو از کجا آورده؟ اون وقت باید ببینی اصل ماجرا چیه. اگه راست باشه دجله رو میگیریم. بعدش چی کار کنی مادر؟ بعدش چی؟ بگو دیگه. عمر که مرده، بریم قدیرم بکشیم راحت چی؟ خلیل تو چت شده؟ ها، این دکتر حسابی تو رو عوض کرده ها. مادر بابا ناصر میخواد اوضاعو به هم بریزه، میخواد قیامت بپا کنه، مردم علیه من بشورونه، میخواد بشه آقا بالا سر من. اگه کامل و عمر کشته باشه، اگه اونا 20 سال با قسم دروغ گولمون زده باشن، نمیذارم دجله یه دقیقه تو اون خونه بمونه. بهت گفته باشم، همینو بس، حرف دیگه ای ندارم. آره، زنم راست میگه، به خدا خلیل باور کن راست میگه. تو برو خدا رو شکر کن که زنده ای عوضی. پسرمو حالا وایسا یکم، وایسا. ببین، اگه تو نمیخوای از دشمنای خونیمون انتقام بگیری و دستت به خون آلوده نشه، من داوطلبم. انتقام پسرم رو من میگیرم. آره بابا، حق با توه، تو دخالت نکن. خانم دکتر عصبانی میشه، دعوت میکنه. خلیل وایسا، دیوونه شدی؟ به خدا اگه کاری که گفتم نکنی حلالت نمی کنم. برو بیرون، برو دیگه. بعداً به حسابت میرسم، حالا میبینی. زنم دیدی؟ منو زد، اما واسه این که پسرمومه من احترامشو نگه داشتم. اما حق با تو زنمو، ولی من دل تو رو خنک میکنم، میبینی؟ برو پسرمو، برو. برات پایانی نوشتم که کسی تا حالا ندیده. دیار بیا اینجا ببینم. گفتی جلوی من پیدات نشه، به خاطر اون. سرتو بیار بالا. اگه اون بیشرف اذیتت کرد، یا خدایی نکرده دست رود بلند کرد یا حرف زشتی زد، اول به خودم میگی. من داداشتم دیار، از گوشت و پوست منی. هر چقدرم عصبانی شدم گفتم جلوی چشمم پیدات نشه، باز اول از همه میه پیش خودم باشه. فهمیدی؟ حالا برو رد کارت. چیه؟ دختر،
آدم با شوهرش اینطوری حرف میزنه؟ باید بگی بله شوهر عزیزم، بفرمایید شوهر جان خوبم. چند ساعت دارم میگیرمه، چرا تلفنت خاموشه دختر؟ دیوونه شدی؟ ببینم برای چی بهم زنگ میزنی؟ برای چی نزنم؟ ما دیگه نامزد حساب میشیم. فردا میام خواستگاریت. ازت متنفرم. اگه مادر و برادرم بی‌آبرو نمی‌شدن هیچ وقت باهات عروسی نمی‌کردم. بمیرم بهتره. اگه حرف در نمی‌آوردم به جای اونا خودمو می‌کشتم. آخ عزیز دل من، میدونم تو این روزا حسابی اعصابت به هم ریخته. من میام آرومت میکنم، تو نگران نباش، قصه چیزی رو نخور باشه؟ تو صبر کن، خیلی خوشبخت میشیم دیار، بهت قول میدم خیلی خوشبخت میشیم. تو منتظر من باش خوشگلم، باشه؟ من دیگه باید برم عزیزم. خوابای خوب ببینی خوشگلم، خوابای خوب ببینی عزیز دلم. بذار عقد کنیم، دونه دونه این حرفا رو تو چشمت میکنم. تو جدا، دجله هم جدا. وایسا حالا میبینی. مادر گرسنه این؟ میگم اگه گرسنه این برم یه چیزی بخرم. ای بابا این دیگه چی میخواد؟ کجا؟ دارم میرم بیرون خرید. اگه اجازه بدید مردیم از گشنگی بابا. ما میگیریم. بابا مگه زندونیم؟ برید پی کارتون. من داماد خانه شما، میفهمی؟ دستور قدیرخانه. قدیرخانتون بره. ای جونم، تو هم میخوای بیای؟ بیا ببینم عزیزم. شب بخیر خانم دکتر. شب بخیر انور خان. شما هنوز نرفتین؟ جیلان کجاست؟ نگرانش شدم. خونه است، استراحت میکنه. خدا بخواد فردا حرکت میکنیم. جیلان هم با خودمون میبریم. نمیخواد از من خداحافظی کنه؟ سلام. سلام. سلین هستم. سلین جون، آقا انور شوهر خاله همسایه‌مون جیلانه. میدونی که مادر جیلان گم شده، خیلی اوضاعش وخیمه. خالش منتظرشه، میگه تفلکی تنها نمونه. پس من باهاتون میام که از جیلان خداحافظی کنم. یه سری مسائل خانوادگی هست که دربارش باید صحبت کنیم. بعدش سر فرصت میرسم خدمتتون و قهوه خوشمزه‌تون رو میخوریم. باشه، اشکالی نداره. بفرمایید. میگم نصف شبی 2 خانم زیبا رو تو کوچه معطل نکنید. باشه، پس من منتظرتون میمونم. شب بخیر. این زنای احمق باید تو همه چی دخالت کنن. به موقعش باید حساب این 2 رو هم برسن. خوشگلم هستن. تفلکیا ناکام از دنیا میرن.
قدیر اومده. حالا چی بهش بگم؟ همه چی رو بگو، نترس. قدیر تویی؟ نه مادرتم. در باز کن بابا. چرا اومدی؟ هنوز دست چکو نیاوردم. مامانم چیزی شده؟ نه مادرت که خوبه، میخوره میخوابه برای خودش، حال میکنه. چکو برداشتم بهت زنگ میزنم. الان برو، خانم دکتر میخواد بیاد. تو دردسر میافتی. بعدش ما میریم پیششون. طفلیا خیلی حیف میشن، آخه خیلی فضولن. ولی تو انقدر فضول نباش جیلان جون. آخه چی میخوای تو؟ ولشون کن. هر کاری میخوای من دارم میکنم. بس دیگه، زنگ میزنم. صدا تو ببر، برو تو. به قدیر زنگ میزنی، باید بیاد اینجا. میدونم که اون مثلا خانو خیلی دوست داری، اما سرنوشت دیگه باید با دستای تو بمیره. نمیتونی روانی. ولم کن. فکرت پیش جیلانه نه؟ از مرد اصلا خوشم نیومد. شوهر خالشه، چی کار میتونیم بکنیم؟ آدم مؤدبی اما به نظر منم عجیبه. از آدمای خیلی مؤدب باید ترسید. همه قاتلای زنجیره‌ای خیلی مؤدبن عزیزم، از من گفتن. چرت و پرت نگو سلین، بزرگش میکنی. مرد شوهر خالشه، مطمئنم، با هم دیدمشون. حتی یه روز اومد خونه ما منتظر جیلان بود. اما تو هم بیقراری، قبول کن. الان دیگه باید پیداشون شه. میگم تو سر مرده رو گرم کن، من جیلانو میبرم آشپزخونه. زیر زبونشو میکشم، شاید نخواست بره استانبول. آره بابا. برو. آفیه دیگه. اینو نگاه، دست چکو آورده اون وقت به من هیچ چی نمیگه. عجب زرنگی است. دختر، تو که دلت نمیاد کلاه برداری کنی، اون وقت چطور میخوای بکشیش ها؟ زنگ بزن. نمیزنم. میمیری احمق. این اسلحه است، میبینی؟ توش فشنگه. اگه شلیک کنم سری میمیری. مامانمو گرفتی. قدیرم میخوای بکشی. من چرا زنده بمونم؟ بکش منو، وای نسا. پس میخوای بمیری نه؟ هی بابا، چرا هرچی زن خله گیر من میفته؟ چرا؟ کی منو نفرین کرده؟ ببین منو میذارم رو آیفون، تو هم میگی میترسم پشو بیا. اگه یه کلمه دیگه حرف بزنی مغز تو داغون میکنم. اول مغز تو رو داغون میکنم، بعدش هم مغز اون قدیر که صدای گوله رو شنیده و اومده تا اینجا. من که میگم اون که به هر حال میمیره، حداقل تو جونتو نجات بده. باشه؟ گوش کن، بذار این ماجرا تموم شه، یه حال اساسی بهت میدم. آروم باش بابا. بعدن مادر، بعدن حرف میزنی. قدیر میشه بیام تو؟ میخوام یه چیزی بگم. چیه بابا زیلان؟ چیه دوباره چی شده؟ مگه بهت نگفتم دیگه تو این اتاق نیا؟ قدیر فقط میخوام یه چیزی بپرسم. تو با من فقط به خاطر اینکه بابام گناهی داداشتو گردن گرفت عروسی کردی؟
من نه میدونستم نه همچین چیزی شنیده بودم. یعنی اگه هست بگو، تو که همه چی رو گفتی به من، پس این هم به هم بگو قدیر جان، خواهش میکنم. زیلان وقتی داشتم از این اتاق بیرونت میکردم به چی گفتم؟ ها؟ گفتم نه تو دلم نه روی این تخت جایی نداری، مگه نه؟ یعنی یه زمانی تو دلم جا داشتی. اگه یه روز تو دلت جا داشتم، پس به محض اینکه بگی دیگه نداری تموم میشه. قدیر، تو رو خدا دیگه منو ببخش. زیلان من نمیخوام دلتو بشکنم ولی مجبورم میکنی. باشه پس گوش کن، دیگه خیلی دیر شده. تو زن من نیستی، یکی دیگه رو دوست دارم. من بهت دست میزنم، بالا سرت خدا هست. من بهت نگاه میکنم. از من خوشت نمیاد، اما از دختر منحرف معشوقه خلیل خوشت میاداره. اون دختر سیاه‌سوخته زشت، به خدا میافتی سر زبونا قدیر، آبروت میره. ببین کی بهت گفت. زیلان کاسه صبر منو لبریز نکن. زیلان تو رو خدا لبریزش نکن. ببین دارم شمارش رو میگیرم، تو فقط میگی که من خیلی میترسم زود بیا اینجا. دختر خجالت نمیکشی به شوهر من زنگ میزنی؟ واینسا مام پیام میدی، مگه نه خوشگله؟ تو رو خدا خواهش میکنم نه تو رو خدا التماس میکنم. تلفن رو من قطع میکنی؟ وایسا الان بهت نشون میدم. دلم برات خیلی تنگ شده، تو رو خدا زود بیا، تنهام نذار، منتظرم. خیلی خوب، ارسال شد. اگه با این پیغام نیاد معلومه که خیلی سیب زمینیه. ببین چطور بدو میاد. خجالت نمیکشه پیامم میده عوضی. خیلی دلم برات تنگ شده، تو رو خدا بیا، تنهام نذار.
بده ببینم. خلیل نیومده؟ نه. خوبه، فعلا نیاد. ناصر ببین چی میگم. ای پدر سوخته کلک، تا دیدی حالم خوبه دارم میخندم، فوری ببین چی میگم. آره حالا بگو ببینم چی میگی. ناصر برگردیم دهمون، تو هم اینجا راحت نیستی، کسی هم تو کارمون دخالت نمیکنه، میشینیم خونه خودمون. تو آرامش نه عشقم؟ برو زنی که روانی. اینجام خونه منم هست، اینجام کسی نمیتونه دخالت بکنه. تازه تا صبح نشده صدای همشونو میبرم. ناصر با کسی کار نداشته باش، ننه فیدان مثل مادرم میمونه، خالمه، خلیل پسر خالمه، بعدش هم من مادر اولادتم. اگه منو دوست داری با کسی کار نداشته باش. الله اکبر، اون خاله دیوونت تو رو داد به من که شب و روز مخ منو بخوری و آویزون من بدبخت بشی. برو رد جلو چشم. الله اکبر. مادرم امروز اومد. خبر داری چیا گفته؟ ببین دجله، تو خیالت راحت باشه، من بهت قول دادم مگه نه؟ سر قولم هم هستم، هر کاری بتونم میکنم که عقد نکنیم، اما اگه مجبور بشیم. من اعتراضی ندارم. اگه آشتی به هم بخوره، اگه منو پس بگیرن، من که مرگو قبول کرده بودم، خدا نخواست. پس حکمتش واسه من این بوده که از خودم گذشتم. بذار جون من فدا بشه برای داداشم، حداقل برای تو. ببین تو به خاطر اون گفتی منو بکش، اما اون از پیش زنش پا نشد بیاد. نیومدم دوباره بهش زنگ میزنیم. راهی وجود نداره، امشب این کار باید تموم شه. اول قدیر رو میکشیم، بعد با هم دکتر رو میکشیم، بعدش هم از اینجا میریم. ها؟ یه تعطیلات درست حسابی. کجا دوست داری بریم عزیزم؟ جایی هست که بخوای با هم بریم؟ بمیر! اشتباه کردی، اونطوری نیست، باید بذاریش اینجا و این رگو ببری، همین رگو. دستتو باز کن.
خیلی دلم برات تنگ شده. تو رو خدا بیا، تنهام نذار. خودش یه زنگ زد. بشین سر جا، برو. ای بابا، یعنی ناراحت شده؟ نکن، تو رو خدا نکن. هر کاری بخوای میکنم، هر جا بخوای میام، اما با قدیر کاری نداشته باش. میخوابونم زیر گوش تا، برو کنار. التماست میکنم، خدایا نیاد، تو رو خدا نیا قدیر. نیومدن اینا، یعنی تازه میخوان بیان اینجا و بعدش هم راهی شن. نمیفهمم. چراغاشون روشنه نه؟ آره خونن. به نظرم زنگ بزنیم پلیس، خیالمون راحت بشه. ای بابا سلیم، به پلیس چی بگیم؟ بگیم ما از شوهر خاله همسایمون خوشمون نیامده بیاین ببرینش. نه اونطوری که نمیشه. میگیم انگار دزد اومده، درست ندیدیم. باشه میگم به خلیل خان بگیم، اصلا به ذهنم نرسیده بود. آره بگیم. پس من برم یه چیز درست و حسابی بپوشم. بفرما خانم دکتر، چطورین؟ خوبین؟ بله خلیل خان، من حالم خوبه، اما نمیخوام پشت تلفن حرف بزنم. میخواستم راجع به یه چیزی باهاتون مشورت کنم. میتونین بیاین اینجا؟ مگه میشه شما بگی من نگم خانم دکتر؟ دورام دارم میام، زود میام. باشه پس من منتظرم. جیلان منم. دوستت اومد؟ میدونی که چی کار کنی نه؟ وگرنه بهت رحم نمی کنم. پاشو پاشو من شو. جیلان کی که در بیاد کشتمت. عزیزم پیام تو دیر دیدم، منو ببخش. منم دلم